گروه دژ یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین جریان‌های گرافیتی و هنر شهری در ایران است. فعالیت این گروه به اواسط دهه 80 باز می‌گردد، زمانی که گرافیتی در ایران هنوز پدیده‌ای تازه و ناشناخته بود. دژ با محوریت دو هنرمندش، کیارش و تمکین، توانست هویت بصری ویژه‌ای به هنر خیابانی ایران ببخشد. ویژگی‌های شاخص کار آنها در حوزه گرافیتی عبارت بود از استفاده مداوم از رنگ آبی به عنوان رنگ نمادین، حروف فارسی سه‌بعدی که پیوندی نو میان خط فارسی و استریت آرت جهانی ایجاد می‌کرد و نگاهی انتقادی که هم به شهر، هم به سیاست و هم به فرهنگ نفوذ می‌کرد. دژ روی تکنیکی به نام شیپ گرافی تمرکز کرد، آثاری که حروف نیستند اما اشکالی تحریف شدند که به شکل حروف دیده می‌شوند. همین امر باعث یک انقلاب بصری در گرافیتی فارسی شد. فعالیت‌های دژ تنها به دیوارهای شهر محدود نماند. آنها در طول زمان وارد حوزه‌های دیگری نیز شدند. طراحی جلد آلبوم موسیقی و کتاب، نقاشی دیجیتال، برگزاری نمایشگاه گرافیتی و استریت آرت و حتی تدوین و ویدیو آرت. کاری دژ با علی سورنا از سال 96 و با طراحی جلد آلبوم کویر آغاز شد و بعدها در سگانه نفس، نغمه، مهران، آلبوم جوز، سینگل ترک های بوسه یهودا و آخرین وسوسه و در نهایت پروژه بزرگ مجسمه ادامه پیدا کرد. از میان این همکاری ها مجسمه نقطه اوج این مسیر است، چرا که نزدیک به 20 کاور برای قطعات مختلف این مجموعه و یک کاور به عنوان جلد اصلی آلبوم طراحی شد. نکته مهم اینجاست به جز چند کاور همه آنها نقاشی دیجیتال هستند، اما بافتی دارند که بیشتر شبیه نقاشی اکسپرسیونیستی کلاسیک با پاستل یا رنگ روغن به نظر می رسند، نه طراحی گرافیکی مرسوم در موسیقی. در کنار این آثار دیجیتال چند کاور از جمله کاور اصلی آلبوم و کاور ترک مرز نقاشی های فیزیکی اند که ساعتها زمان برای ترسیم آنها صرف شده است. زمان کلی طراحی این 21 کاور حدود 1 سال به طول انجامید و در آنها زبان تصویری دژ را میتوان فهمی متقابل از هنر سورنا دانست: تاریک، زمخت، بافتار، نمادگرایانه و نه تزئینی. این